حضورتان رو نادیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت برنامه صدم مهندسی جهل رو آغاز میکنم و به فال نیک میگیرم. امیدوارم که بتونیم صدها کتاب دیگر رو معرفی بکنیم. من در تلاش کردم در این 100 برنامه که حدود 160 ساعت حداقل برنامه هست، تلاش کردم که بیش از 160 کتاب توطئه قدیمی دست‌نوشته رو تخصصی، علمی، سیاسی، دینی، عقیدتی، عرفانی، تفسیر، قرآن، شعر، نثر، داستان، حکایت رو معرفی بکنم و نشون بدم که زبان ترکی، ادبیات ترکی بسیار 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 غنی هستش. از نظر آثار تاریخی، ادبی، سیاسی، فکری بر مجموعه آثار زبان‌های دیگر می‌چربد. شاید نتونه با عربی برابری بکنه، شاید نمی‌تونه، ولی قطعاً از انگلیسی بیشتره، قطعاً از آلمانی بیشتره، قطعاً از روسی بیشتره، قطعاً از بسیاری از زبان‌های دیگر خیلی 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 بیشتره. 10,000 بار بیشتر از آثاری که در زبان فارسی ساخته شد، ایجاد شد. خب چرا ما اینها رو نمی‌بینیم؟ چرا؟ برای در یک مهندسی جهل سرگردان است. این مهندسی جهل از کجا آمده؟ از کجا پیدا شده که ما در درون این ماتریکس، در درون این فضا، در درون این اتمسفر، در درون این وضعیتی که مصنوعی هستش گیر افتادیم و خودمون هم نمیفهمیم که گیر افتادیم. جهل در جهل که میگم همینه، جهل مرکب همین. آغاز این جهان مهندسی جهل قبل از جنگ‌های صلیبی به تدریج شکل گرفت، ولی در 250 سال گذشته به شکل عملی و مرحله به مرحله اجرا شد. جنگ جهانی اول برای از بین بردن خلافت اسلامی که در دست ترک‌های دارای صنعت، دارای ده‌ها بلکه صدها میلیون نفوس انسانی، دارای قدرت نظامی، تسلیحاتی، دارای تکنولوژی ها، آخرین پیشرفت در این تکنولوژی ها، کارخانجات، سازنده هواپیما، توپ‌های جنگی، کشتی‌های جنگی، ناوهای جنگی، پیشرو در بسیاری از علوم، اما شکست خورد. تمامی شکست خوردگان توسط پیروز شدگان تحقیر میشن، بد نشان داده میشن. شما به هر رژیم، برای اینکه این رو دریافت بکنید، متوجه قضیه بشید، نگاه بکنید به هر طرفی که پیروز شده در تاریخ. اون طرفی که پیروز شده، اون طرفی که منکوب شده، سرکوب شده، شکست خورده رو دائما بد نشان داده. از هر جهت که میگید، عقب مانده، ارتجاعی، ضد انسان، ضد حقوق انسان، ضد حقوق زن، ضد حقوق ادیان، ضد حقوق زبان‌ها، ضد حقوق کشورها، ملت‌ها، آزادی‌ها، دموکراسی، هر چی که بگید برای اینا رو نشون میدن. برای اینکه برای خودشون و برای این پیروزی که نگه، برای این اشغالی که انجام دادن، ذهنیت شما رو در پس از اون ترسی که به شما کردن، در شما ایجاد کردن، در قالب اون ترس، ذهنیت شما رو برای تغییر دادن اینا آماده بودن.
و طرف شکست خورده برای اینکه جانش رو حفظ بکنه و زنده بمونه معمولا تسلیم میشه و این چیزها رو اگر از روی یک جا هم هست تکرار میکنه و نسل بعد اینها رو به عنوان واقعیت ها میپذیره. خب ما بعد از جنگ جهانی اول امپراتوری و خلافت اسلامی که در دست ترک‌ها بود شکست داده شد توسط قوای اروپایی مسیحی که از جنگ صلیبی یواش یواش رو به تدریج هی آزمون خطا کردن، برنامه هاشون رو هی تغییر دادن، سیستم های جاسوسی و خرید انسان های بزدل ترک و غیر ترک. اغلب کسانی که به عثمانی خیانت کردن ترک نبودن، کسانی بودن که در ممالکی که ترک‌ها آزاد کرده بودند و حقوق اونها رو در همه زمینه‌ها به رسمیت شناخته بودند و جزء مستعمرات نبودند و استثمار و مستعمره نمی‌شدند، در اثر علاقه و اون محبتی که از ترک‌ها دیده بودند مسلمان ظاهراً می‌شدند. ولی اینها ظاهراً مسلمان می‌شدند و جزء فراماسونری بودند و این فراماسونری یواش یواش درون سیستم نفوذ کرد، دولت رو، مجلس رو، ارتش رو، نیروهای مسلح رو، نیروهای روشنفکری رو، نیروهای روزنامه‌نگار و کتابنگار رو یواش یواش به دست گرفت، جوری که امروزه در ترکیه امروزی بیش از 330 مرکز فراماسونری معلوم شناخته شده و شناسنامه دار وجود داره. امروز در 2025 1404 در 10 تیر ماه 1344 و اول جولای 2025 در ترکیه امروزی و پس از شکست عثمانی 100 سال پس از شکست عثمانی فراماسونرها 300 و بیش از 330 انجمن علنی، سری نه، علنی در سراسر ترکیه دارن که امروز هم داره فعالیت میکنه. خب فرض بکنید که هر کدوم اینها 50 تا عضو دانشگاهی، اداری، نظامی، سیاسی داشته باشن، مجلس از اینها داشته باشن، 50 تا عضو داشته باشن. اینها تو دانشگاه هستن، تو سیاست هستن، تو حقوق هستن، تو دادگاه هستن، تو اردو هستن، تو مراکز استراتژیک هستن، تو رادیو تلویزیون هستن، تو انتشارات هستن، تو همه جا هستن، تو مراکز تولیدی، بانک ها، بورس و اینجور جاها هستن. قدرت در اصل دست اینهاست. اینها سازمان یافته هستن، به هم کمک میکنن و پولدار هم هستن یا از خارج هم حمایت میشن و اینها ذهن انسانهای زیر خودشون رو میسازن. اینا طبقات مدیر جامعه هستن، مدیر دولت هستن، مدیر سیستم های اونجا هستن و اینها سیاست های خودشون رو در کتاب های درسی دانشگاهی و مدرسه‌ای و دانشگاهی، در کتاب های داستان ها و رمان ها، در فیلم ها و سریال ها، در جوک ها، در روزنامه ها و مطبوعات، در مباحثات تلویزیونی، مباحثات بسیار علمی، در کنفرانس ها، در کتاب های علمی و تحقیقاتی، در برنامه‌ریزی های سیاسی و اداری و حکومتی، در مطالعات استراتژیک و در اقتصاد، در شکوفایی اقتصادی، در از هم پاشیدن اقتصاد، در افزایش تورم، در کاهش قدرت خرید ملی و تولید ملی، اینها نقش بازی می‌کنند. امروز اینا شناخته شده هستند، اما به قدری قدرت دارند که 80 میلیون ترک در مقابل این فرض بکنید 10,000 فراماسون به عنوان برده فکری و برده کاری و برده بگیم که نظامی در خدمت این
10,000 نفری هستن که خود این 10,000 نفر هم یه مرکز، 2 تا مرکز، 3 تا مرکز در خارج از ترکیه داره که این 10,000 نفر رو اداره میکنه. 300 تا 50,000 روزه مردم 15,000 20,000 نفر آدم ممکنه در اینجاها باشه یا نباشه، ولی خب کم نیست. ما مراکز تصمیم گیری و تصمیم گذاری در دستشون، تغییر ذهن در دستشون، دانشگاه ها و مدارس و کتاب های آموزشی در دستشون، رادیو ها و تلویزیون ها و افکار عمومی چجوری بسازن در دستشونه. اینها میتونن یک قهرمان واقعی رو خائن و یک خائن واقعی رو قهرمان نشون بدن و ملت بپذیرن. من نمیگم که فراماسون ها اصلا خدمت نمیکنن، قطعا خدمت هایی هم به جامعه انجام میدن، قطعا اگر سرمایه اونها در گردش هستش، اگر چند تا کتاب می‌نویسن در دانشگاه آموزشی میدن، یه آدم بی سواد با سواد میشن. اما آماج و اون هدف نهایی اینها اوجگیری ترکیه، بازگشت به عظمت و خلافت قبلی نیست. اوج خواست اونها اینه که وابسته به بلوک غرب باشن و اوامر بلوک غرب رو ترکیه به عنوان ژاندارم منطقه مثلا یا یک قدرت منطقه‌ای برای کنترل دیگر جاها به بازی بود. ولی اون قدرتی که ببینید دوستان، 100 سال قبل خلافت عثمانی به عنوان یک فرد یا یک مرکز تصمیم نمی‌گرفت، به عنوان صدای الان 2 میلیارد مسلمان بود. شما تصور بکنید که اگر امروز این خلافت وجود داشت و 2 میلیارد انسان و سرزمین‌های اینها تحت فرمان خلافت ترک اسلامی، چین با 1 میلیارد انسان، هندوستان با 1 میلیارد خرده‌ای انسان داره در مقابل غرب و شرق به قدرت تبدیل میشه. ما یه جمله‌ای داشت میگفت که هر بچه‌ای که به دنیا میاد درست یک دهن داره ولی 2 تا دست برای کار و خلاقیت و ارتقاء این جامعه با خودش میاره. حالا شما فکر بکنید 2 میلیارد مسلمان که امروز هستند، مالیاتی که اینها اگر میدادند، هر کدوم روزانه $1 مالیات از اینها میرفت، از مجموع اقتصاد میده. از خاتون‌ها بر سرانه مالیات روزانه این 2 میلیارد میشد. ببینید چه عظمتی در جهان اسلام رخ میداد، در این حال که این همه منابع زیرزمینی، بازوی انسانی، عقل انسانی که الان هدر میره، یا توسط بیگانگان مثل فراماسون ها مدیریت میشه، یا توسط فراماسون ها و بازوی نظامی غربی بمباران میشه، از بین میره و ما می‌بینیم و ما میپذیریم که عراق باید اینجوری بشه، ما میپذیریم که سوریه باید اینجوری بشه، لیبی باید اینجوری بشه، نمیدونم افغانستان باید اینجوری بشه، فلان باید اینجوری بشه، بهمان باید اینجوری بشه. چرا سکوت کردی؟ چرا اینجوری شده؟ چرا ما تمامی کشورهای ما اولا خلافت ترک عثمانی، از خلافت ترک عثمانی 45 کشور جدید ساختن. دقت می‌کنید؟
کوچیک هیچ کدوم قدرت و امکانات مادی و نظامی و مغزی و تکنولوژیکی و سواد اینها ندارن که بتونن با یک قدرت فردی یا شرقی مقابله کنن. هیچ کدوم. در حالی که همین امروز اگر اینها متحد میشدن و به یک مرکز خلافت میرسیدن که مثلا تمامی پادشاهان و رئیس جمهوران این 45 مملکت مسلمان به عنوان والیهای منطقه‌ای، رؤسای جمهور منطقه‌ای انتخاب بشن توسط ملل، اما یه خلافت مرکزی وجود داشته باشه مثل کنفدراسیون اروپا. ببینید آیا یک کشوری در دنیا میتونه جهان اسلام رو بمباران کنه؟ میتونه منابع اسلامی کشورهای اسلامی و مسلمان رو از بین ببره؟ میتونه این همه انسان رو آواره و بدبخت بکنه، از بین ببره، مهاجر بکنه، خانه و کاشانه رو، تمامی ثروت‌هایی که یک خانواده در طول تاریخ جمع کرده به شکل خانه و زمین و امکانات مختلف در اختیار خانواده که امروزه زندگی میکنه قرار بده، همه اینها بمباران میشه، از بین این خانواده مجبور تمامی دارایی‌هاش و زمینش امکاناتش رو بذاره، از اون ثروتی که داشته اونجا رها بکنه، برگرده بیاد تو غرب با اندکترین و ناچیزترین درآمدها زندگی بکنه. درسته بعضی از اینها موفق میشن، 1% از اینها احتمالاً در غرب موفق میشن که در وطن خودشون موفق تر میبودن. اگر شرایط مساعدی که وجود داشت توسط غربی ها از بین نمیرفت، اگر فراماسونری برای اینها فرصت رو میداد، اینها همونهایی که در همین مغز اونجا هم داشتن، اونجا میتونستن کار بکنن. اونجا هم خیلی هایی که الان در همین میلیونرهایی که در وطنهای خودشون، مسلمان هایی که میلیونرها، میلیاردرها دارای کارخونه و شرکت های بسیار بزرگ بین‌المللی هستن، اینها هم جزء همین هایی هستن که اومدن در بیرون از ایران در اروپا به یه آدم تبدیل شدن، به یه سرمایه تبدیل شدن. در اینکه اینها در وطن میموندن نمیتونستن باشن، برای اینکه در وطن برای اینها جانم، پناهنده هایی که امروزه از آذربایجان جنوبی، از ایران، از عراق، از سوریه، از لیبی، از فلان، از افغانستان و پاکستان و ترکیه و اینور و اونور فرار کنن میان اینجا دست خالی و اینجا کار کنن، هزار زحمت میسازن، یه خونه میسازن، اینا تازه متولد، تازه سیر به زمانی به سیر سن زبان ما برنامه یه بچه صحبت، سوادشون از بین میره، امکانات مادیشون از بین میره، تجربهشون از بین میره، همه چیزشون از بین میره، صفر از زیر صفر. در حالی که اگر عوامل دشمن در سرزمین خودشون، در وطن خودشون به اینها اجازه میداد و اون وطن رو برای اینها زندان می‌موندن، مثل که مثلا عرب‌ها در ایران، بلوچ‌ها در ایران، لرها و جیلک‌ها، ترک‌ها و ترک‌های آذربایجان، ترک‌های قشقایی، ترک‌های ترکمن، ترک‌های خراسان، ترک‌های فلان، ترک‌های بهمان، نمیدونم بقیه بلن، اگر در وطن خودشون زندانی نبودن و حق تلاش و فعالیت به اینها داده میشون، آزادیشون رو داشتن، حالا چی اینها رو جلوشون میگیره؟ فراماسون‌ها های پانیراستی که معمولان غرب هستن یا شرق هستن، برای اینکه نذارن این ترک، این عرب، این بلوچ، این ترکمن، این قشقایی، این لر، این تولک، این مازنی، این کرد، این فلان و بهمان در وطن خودش اون استعداد خودش رو روشن، سرمایه‌شو داره، سوادشو، تحصیلاتشو، تجربهشو، ابتکاراتشو به کار بگیره. باید اینها رو فراری بدن و اون مملکت ها خالی بشن تا بتونن غرب رو بسازن. ببینید مشکل غرب الان مشکل کارگره، کارگر سرمایه داره، کارخونه داره، سیستم توزیع و حالا اینجا بگیم که چی بگیم اینو، لوجستیک بین المللی داره، زنجیرهای توزیع و بازاریابی رو داره، اما کارگر
چیکار میکنه؟ میاد بمباران میکنه عراق رو، سوریه رو، افغانستان رو، پاکستان رو، نمیدونم ایران رو، ترکیه رو، کردها رو، فلان رو، بهمان رو، لیبی رو، صومالی رو، سودان رو، فلان رو، بهمان رو، و اینها ناامنی ایجاد میشه. و چیکار؟ عواملش هم از این طرف که در واقع اجازه نمیدن سرمایه گذاری بشه، سرمایه های علمی بگیری، ابتکارات اینها بیاد تو بازار. چیکار میکنن؟ مجبورن فرار بکنن، جونشون رو، اموالشون رو بذارن. اون پدرانشون که در صدها نسل، هزاران نسل که اندک سرمایه، زمین، امکاناتی برای این خانواده که ایجاد کرده بودن که اینها بتونن راحت زندگی کنن، بتونن استعدادهاشون رو، ابتکاراتشون رو، آرزوهاشون رو عملی بکنن، باید اینجا رو رها بکنن یا از بین بره، رها بکنن، باشن بیا اینجا برن کارگری، ساعتی فلان مبلغ کار بکنن تا این بازار کار اینها و این ماشین‌های تولید اینها بچرخه تا بتونن اینها رو بفرستن. این مهندسی جهل اینها. و من شکر خدا، الحمدلله رب العالمین، و شکر و منت خدایا که این امکان رو به من داد با کتاب‌های ترکی قدیمی دست نوشته که حداقل 200 سال عمر دارن یا 500 سال یا 1000 سال عمر دارن آشنا بشم. سوادم نمیرسه. یکی از کارهایی که فراماسونری انجام داده اینه که اجازه نداده من ترک در وطن خودم در زبان خودم کتاب بتونم بخونم، درس بخونم، مطالعه بکنم، برم تخصص بگیرم، در زبان خودم متخصص بشم تا بتونم کتاب‌ها و که افکار و تمدن فکری و مکتوب که پدران ما، مادران ما در هزاران سال جمع کردن و به ما به میراث گذاشتن رو ما رو بی‌سواد نگه داشته، تمامی استعدادهای ما رو از بین بردن. من انصاف‌بنی هدایت بعد از 60 سال عمر تازه میام تلاش میکنم که کتاب رو در زبان خودم و با این مهندسی جمع میشیم. زورم نیست. چرا؟ چه کسی نذاشته و این 60 سال عمر من رو هدر داده؟ من در این 100 برنامه‌ای که ایجاد کردم از الفبا شروع کردم، رسیدم به اینجا که میتونم کتاب‌ها رو حالا یواش یواش بخونم، بتونم درکش کنم. کتاب‌های دستی خطی ترکی قدیمی منحصر به فرد علمی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، هنری، فال، تفسیر قرآن، عرفان، ترجمه و چرا ما نمیتونیم در زبان خودمون بخونیم؟ به نفع چه کسی است که ما نباید به زبان خودمون بخونیم؟ اگر ما به زبان خودمون بخونیم به ضرر چه کسی است؟ و امنیت ملی، منافع مادی چه کسانی در دنیا به خطر میفته که ما نباید ترک باشیم، ما نباید به ترکی آموزش ببینیم، ما نباید مدرسه داشته باشیم، نباید کتاب داشته باشیم، نباید به تاریخ خودمون، نباید به تاریخ مکتوب خودمون، نباید تمدن مادی و تمدن مکتوب و فکری خودمون دسترسی داشته باشیم. چه کسی خیر میگیره، چه کسی سود میبره از این محرومیت ما و چه کسی ضرر میکنه از این محرومیت ما؟ 100 برنامه، در این 100 برنامه بیش از 160 کتاب رو، شاید حدود 180 کتاب رو معرفی کردم. بعضی رو بسیار خلاصه، بعضی رو 1 ساعت، 2 ساعت توضیح دادم، خوندم، تلاش کردم. اگر دولتی نیست، اگر فراماسونرها نمیذارن من در زبان مادری خودم کتاب‌های ملی و تاریخی و تمدن مادی و مکتوب خودم رو، تمدن فکری، تمدن مکتوب خودم رو بدونم و آشنا بشم و بخونم، من خودم میتونستم فیلم تماشا بکنم، میتونستم سریال تماشا بکنم، میتونستم کتاب فارسی بخونم، میتونستم انگلیسی بخونم، میتونستم عربی بخونم، میتونم هر زبان دیگری بخونم.
اما هیچ کدام ها همه‌شون محترم و خوب هستن. من با هیچ کدوم اینها مشکلی ندارم. هر این زبان خوب که کتاب تمدن خودش داره، تمدن مادی، تمدن خودش داره، ندارم. من مشکلی بردم. من مشکلم به اینه که تمدن مادی و تمدن مکتوب و فکری من چرا باید از بین بره؟ بخاطر اینکه این زبان انگلیسی یا زبان فارسی یا زبان عربی یا زبان روسی یا زبان آلمانی یا زبان فرانسه باید زنده بمونه. به من چه که اونها چرا باید تمدن من، چرا باید من حق نداشته باشم در وطن خودم زندگی بکنم؟ چرا نباید من در وطن خودم این کتاب ها رو نتونم این کتاب رو بکنم؟ چرا نباید حق داشته باشم آموزش ببینم در مدرسه و دانشگاه، در مراکز تحقیقاتی برم کار بکنم، زندگی بکنم؟ استعدادی اگر در من هستش چرا باید در کانادا و آمریکا و اروپا و روسیه و انگلستان و فرانسه و آلمان و ژاپن و اینجا روشن بشه؟ چرا نباید در شکوفا بشه؟ چرا نباید در وطن خودم شکوفا بشه؟ چه کسی اجازه نمیده استعداد من در وطن خودم شکوفا بشه؟ من میتونستم در وطن خودم یک معلم بشم، یه معلم بشم، میتونستم یه نویسنده بشم، میتونستم یه روزنامه نگار بشم، میتونستم یه حقوقدان بشم، میتونستم یک جامعه شناس بشم، میتونستم یک نظامی بشم، میتونستم یک فداکار برای ملی بشم، میتونستم یک تئوریسین بشم، میتونستم برای وطن خودم همه اینها رو میتونستم در وطن خودم. ولی من الان در اینجا چیکار میکنم؟ از 100 تا پناهنده و مهاجری که از وطن فرار میکنن یکیشم رشد نمیکنه. شما فکر بکنید که در این کانادا حدود 100,000 یا 150,000 نفر از مللی که در ایران هستند اسیر هستند و حق به آموزش و شکوفایی استعدادهاشون رو و آرزوها و خواستها و افکار و ابتکاراتشون رو در وطنشون ندارن، اینجا در کانادا زندگی. فقط در کانادا فکر بکنید 150,000. اگر 1 در 1000 اینها شکوفا میشد، استعدادشون میشد 150 نفر. آیا در کانادا 150 ایرانی از ایران اومدن، مللی که امروز در ایران اسیر هستن، اگه در اینجا پیدا میکنید که به اوج رسیده باشن، بشمارید چه 10 نفر، چه 20 نفر، چه 50 نفر. یکی رستوران داره، این که طبیعیه، همه میتونن رستوران بازدن در همه جای دنیا. تاکسی، راننده تاکسی که میگه این چیز نیست که مغازه برای فرش فروشی یا فرش شستن و نمیدونم روفه‌گری و اینها که دیگه استعداد عجیب غریب فلان که نمیخواد. ولی اون 10-20 نفری که اینجا تونستن چرا اجازه نداشتن تو وطن خودشون اون استعداد خودشون رو شکوفا بکنن؟ چرا نمیتونن برگردن؟ چرا اجازه نمیدن اینا برگردن تو وطن؟ حتی اجازه نمیدن مرده اینها برگرده وطنشون. بسیاری از این انسان‌هایی که در غربت دارن میمیرن، دکترها، پروفسورها، استادان دانشگاه، نویسندگان بزرگ، مبارزان و فلان و بهمان، حق این که در وطن خودشون دفن بشن هم ندارن. حتی از مرگ و مرده اینها هم، از قبر اینها هم میترسن. ما در مهندسی جهد روزی برسه. ببینید، من برعکس بسیاری از دوستان آدم نسبتاً مذهبی هستم و ضد مذهب نیستم. من اوایل فکر کردم که من آتئیست هستم. نه، نیستم. آتئیست نیستم. من خودم رو دارم میبینم که من آدم آتئیست نیستم. من یه آدم مذهبی هستم. به مذهب اعتقاد دارم. ممکنه نماز بخونم، کاهلی بکنم یا نکنم، به من نه، به هیچ کسی. ولی من از نظر سیاسی فکر میکنم باید جهان اسلام و جهان ترک حداقل در 2 مرحله و در 2 تاریخ باید متحد بشن تا برسن به قدرت اصلی که بتونن سرزمین‌های بسیار گسترده از چین تا وسط اروپا رو و انسان‌هاشون رو و منابعشون رو و قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و استراتژیکشون رو
امکانات مادیشون رو و معنوی و فکریشون رو بتونن بسیج بکنن و به یک قدرت فرامنطقی و جهانی تبدیل میشه. عثمانی چی میگه؟ عثمانی یک قدرت جهانی. امروز که جناب ترامپ میاد و به دنیا خط و نشان میکشه، یک روزی خلیفه ترک مسلمان ها این خط و نشان رو برای دنیا میکشید. من قدرت دارم، میتونم بگم این خواسته منه، خواسته ملت ترک، ملت مسلمان هست، تو حق نداری به این چیز بکنی و اون عقب میشی. همونطور که الان خیلی ها به آمریکا و ترامپ اینا افتخار میکنن و مینازن که چه قدرت، چه عظمت. یک روزی خیلی دور نه، همین 100 سال قبل خلیفه ترک این قدرت رو داشت. ما قربانی مهندسی جهل هستیم و خودمون میدونیم قربانی مهندسی جهل هستیم. و جالب این که بسیاری از ماها چه بدونیم چه ندونیم مفت و مجانی در خدمت مهندسی جهل هست. حتی از طرف ما یه بارکالله و ماشاءالله هم دریافت نمی‌کنیم. فکر می‌کنیم مسئولیت ماست که با دین مبارزه بکنیم، با نمیدونم اتحاد کشورهای ترک، اتحاد کشورهای عربی و اتحاد کشورهای مسلمان مخالفت بکنیم. حق اروپایی هاست که بیان بمباران بکنن و منابع اینها رو بگیرن و ببرن و بچاپن و اینها. با جوکمون، با گفتنمون، با تشویقمون اینها بریم از اون اینا رو. به هر حال من در این 100 جلسه هر روزی که با یک کتاب جدید آشنا میشم متوجه میشم که چقدر قربانی مهندسی جهل و چقدر از تمدن فکری مادی پدرانم دور افتادم و چقدر در دام و تله مهندسان جهل افتادم. خیلی دوستان، هر جمله و کلمه‌ای که ما در یک زبان دیگر میخونیم بیشتر در ذهن ما مهندسی جهل رسوخ پیدا میکنه و هر چقدر که تلاش بکنیم، حتی اگر غلط و اشتباه بکنیم غلط راه بریم، ولی در مسیری بریم که بتونیم بالاخره یه بخشی از تمدن و جهان خودمون و سیاست‌هایی که به نفع ماست رو بشناسیم، از اونجا جدا میشیم، به طرف خودمون بریم و تغییر جهان با یک گل آغاز میشه. دوستان، با یک گل نشانه تغییره. اگر در زمستان یک گلی داره از زیر برف خودشو نشون میده، نشانه اینه که یک بهاری خواهد اومد. برای اینکه این بوی گل، این بوی بهار، این بوی تغییر، این بوی تغییراتی که داره از طریق یک گل، یک تغییر تو، تغییر من اتفاق میفته، جهانگیر خواهد شد برسه. برای اینکه فرض بکنید شما لب یک دریاچه ایستادید، بالای یه صخره ایستادید که در جلوتون یک دریاچه، یه اقیانوس هست. یه ریزه سنگ کوچولو برمی‌دارید، خیلی کوچولو، در مقایسه با اون دریا و اون اقیانوس صفره، ولی اون رو به دریا پرت می‌کنید و اونجا 10 ها موج ایجاد میشه پشت سر هم و میره بزرگ میشه دیگه اونقدر بزرگ میشه که شما نمیدید آیا همه اقیانوس رو گرفت یا نگرفت. نمیتونید بگید. اون میره، ایستا نیست. تغییر خودتو، تغییر خود من در امروز مثل همون سنگیه که در اون اقیانوس میندازه و اون اقیانوس رو ما تغییر میدیم. دوستان، جویگویان، نمیدونم برهنه شوندگان، فحش دهندگان، مبارزان دو آتش جهان رو تغییر نمیدن. هنرمندان اینها جهان رو تغییر نمیدن. کسانی دنیا رو تغییر دادن که یه نفر بوده، یه فکر رو آورده و اون بر اساس یک ملت ساخت. نگاه بکنید، من به حضرت محمد خیلی علاقه دارم. یه
جامعه‌ای بوده، یه سرزمین بسیار گسترده‌ای بوده که درش ده‌ها و صدها جامعه بوده که هر جامعه‌ای یک خدا داشته، یه بت داشته. ما بهش بت میگیم، اونا بت میگفتن خدا. یه اله داشته، اله میگفتن، نه خدا میگفتن نه الله میگفتن، نه اونا اله میگفتن، یه اله داشتن. این اله ها خیلی متفاوت بودن. به اندازه اله ها جامعه وجود داشت، ملت وجود داشت، دیدگاه وجود داشت، تعصب وجود داشت، آمادگی برای کشت و کشتار وجود داشت. یه آدمی به اسم محمد صلی الله علیه و سلم میاد به آقا: من میخوام از شماها که اینقدر با هم دشمنی میکنیم، جنگ این ملت است، و میاد برای اینها یه چیزهایی رو قرار میده و بر اساس اینها برای اینها یه هویت، اینها به جای اینکه با هم بگن تبدیل میشه به قدرت و میرن دنیا رو تسخیر میکنن. و امروز ده‌ها هزار اندیشمند فیلسوف فلان اومدن و رفتن و مردن و رفتن، هیچ کاری در این دنیا ازشون یادی نمیشه. اما محمد به عنوان بانی یک راه و متحد کننده نه تنها عرب ها با هم، بلکه غیر عرب ها رو هم زیر یک چتر، سیاه ها و سفید ها و گندمگون ها رو هم زیر یک چتر رو، همه اینها در هر روز در 5 زمان رو به یک مقصد با هم به صف بایستند. یه فرمان میگه الله اکبر، همه الله، همه رکوع، همه سجود، همه باید دستا رو بشورن، همه باید پاها رو بشورن، همه باید صورت رو بشورن، همه باید یک برن اونجا. یک نظام سلسله مراتبی بسیار دیسیپلین. هر کسی نمیتونه از این بیرون بره. دیسیپلین بره، نظامیه. شما نمیتونید به جاسوس تبدیل بشید، شما نمیتونید بیاد بازی بکنید. یک فکر سیاسیه، دیسیپلین داره. اینجا آزادی به کارش نمیاد. اینجا دموکراسی جواب نمیده. دموکراسی در اسلام جزء ذات اسلام. ببین اسلام یک چیز بوده که حضرت محمد میگفته ازش چند تا مذهب الان داریم. سنی ها خودشون 10 مذهبن، حالا 4 تا اصلی ولی زیر شاخه های بسیار زیاد دارن. شیعه خودش یه مذهب 10 شاخه داره، 70 و چند تا فقط شیعه شاخه داشته، دیگه چندم. این همه فرقه ها و هلده ها و نمیدونم درویشان و فلان و بهمان و عارفان و فلان وجود داره. دموکراسی در داخل اینقدر وجود داره، اینقدر تنوع، اینقدر حتی تضاد درونی در میان اینها. اما وقتی که میخواد بره یه فرمان میده، همه اون تفاوت ها میره کنار، همه اون اختلاف ها میره کنار، همه زیر یک پرچم و تحت فرمان یکی به یه قدرت تبدیل میشه. این قدرت هم از سلبی، هم قدرت سلبی داره، هم قدرت ثبوتی داره. فقط این تصمیم بگیره که دیگه از آمریکا و فلان و بهمان کالاهایی رو نمیخره، سلبی. تموم شد، اقتصادش میخواد. 2 میلیارد انسانه. ایجابی یا ثبوتیش رو چقدر میگیره؟ همش چیز دیگه. تصمیم میگیره که مثلا در فلان چیز دیگه بودجه بذاره. این همه انسان، این همه مالیات، این همه منابع، چه کار نمیتونه بکنه. ولی الان همه ما
رهبرانی که الان در اینجا وجود داره و خیلی آدم ها میگی هستن، همه اینا به یه نوعی برده های گوش به فرمان امپراتوری جهانی هست. در دلشون یکی دو نفر 10 نفر این در و استثناها رو نمیگم، ولی نمیدونم. من امروز به جای اینکه کتاب بخونم از این جور چیزا صحبت کردم، چیزا بخونم 40 دقیقه به جای اینکه یک کتاب رو معرفی بکنم. این 100مین برنامه برای من یه چنین چیزی داشت. من امیدوارم که یک روزی حداقل در 2 مرحله، در مرحله اول اروپا و عرب‌ها با هم دیده بود، عرب‌ها با هم، ترک‌ها با هم یک اتحاد، یک کنفدراسیون تشکیل و بعد جهان اسلام، حداقل نسل 5 من، 4 من، 3 من، 2 من، آرزوم همینه، به این عظمت و قدرت برسن که دیگه توسط قدرتمندان دیگری بمباردمان نشن، از بین نرن، با آواره کشورهای دیگه نشن، تحقیر نشن. خب ما دیروز یک کتابی در رابطه با علم فرائض خوندیم که به یک در رابطه با ارث و میراث، اینجا خیلی تخصصی علمی نیاز و من اعتراف میکنم که میتونستم ظاهر کتاب و الفبا رو بخونم، اما درک معانی کتاب تخصص و به زبان ترکی. امروز یک کتاب جدید رو باز بکنم ببینیم که چند صفحه است و چه شکلی میشه. این رو حالا در فکر می‌کنم در 1 ساعت، کمتر از 1 ساعت ببینیم. اسم کتاب گفته که دیوان لطفی، که احتمالا به دیوان گدا هم معروفه. این کتاب هم همونطور که در صدی اول می‌بینید در کشورهای اروپایی هست، در دست مسلمان‌ها و ترک‌ها نیست. من اول بازم این کتاب رو چیک می‌کنم ببینیم دارم بزرگ بشه، چی کش می‌کنم به 1 صفحه دیده بشه، ما بگیم ظاهر این کتاب رو اول ببینیم. ببینید اولش که این به زبان احتمالا فرانسه است، اینجا جلد داریم می‌بینیم، یک جلد احتمالا زرشی داشته که بسیار برجسته‌کاری انجام می‌ده با نقش‌های زیبا چرمی که در طول زمان تقریباً آسیب بسیار جدی اینجا داخل جلد هست. می‌بینید اینجا یه چیزهایی نوشتن که من مثلا اینجا 26 چین 1900 الان 2025 هست، یعنی 125 سال پیش این کتاب رو احتمالاً یک کسی خریده به این کتابخانه داد. این اسم کتاب دیوان لطفی و دیوان گدا به لسان جغتای. قبلا 1-2 تا کتاب به جغتای یا جغتای خوندیم، معرفی کردیم. احتمالاً اینجا ترکیه جغتای، لهجه زبان نیست، به لسان نیست، ترکیه، اما به لهجه یک جغرافیای دیگه داشته که مرکز اصلیش هم افغانستان امروزی هرات بوده. باز هم عرض میکنم دوستان، ما افغانستان رو نباید بپرسیم. افغانستان یکی از مراکز مهم فکری و تولید تمدن فکری و مکتوب ترک ها بوده. پایتخت یک زمان اینجا با صفحه اصلی مواجهیم. اگر کتاب قبلی هم باشه، کتاب جغتای در هرات در افغانستان امروزی نوشته می شدن و توسط سلطان باقرا اگر اشتباه نکنم چیز می شد. اونجا این کتاب ها هم از نظر خوشنویسی، هم از نظر طراحی و هم از نظر نقاشی که انجام می گرفت بی‌نظیر بودن. خیلی هزینه سنگین رو صرف این تولید این کتاب‌ها کردن.
در اون زمان. اینجا میبینیم همون کار رو انجام دادن. میبینیم کتاب از در شیرازه کتاب آسیده، حاشیه کتاب آسیده، هم احتمالاً آب رفته رطوبت کشیده و هم خیلی کهنه شده. صفحات بعد هم میبینیم اینجا ایزن لح هستش ولی دیگه از رنگ خودش رو پریده، اینجا دیگه اصلا خونده نمیشه. ولی طلاکاری های اینجا یا رنگ طلایی که در خاطرسازی می‌بینیم بی‌نظیره، همین نشانه خودش رو داره. دوباره ایزن لح و ایزن لح اینها رو می‌بینیم. این کتاب در 332 صفحه نوشته شده. امیدواریم که اگر این در دوره سلطان بایگران نوشته شده باشه بیش از 700 سال باید این احتمالاً چیز داشته باشه. اجازه بدید من با بل علیه السلام مراجعه بکنم. دوباره بنویسه سلطان بایگرام، محرم 842 می جون 1438 در هرات 11 ذوالحجه 911. این آدم 58 سال از اونجا 11 سال از اونجا حدود 60 و چند سال زندگی کرد. نگاه بکنید کتاب، یعنی در دوری اگر این آدم نوشته شده باشه و شاید تاریخی پیدا بکنیم به احتمالاً به آخر عمرش بوده 1906 بوده. الان 2025 بیش از 130 سالگی کتاب نوشته شد. احتمال میدم. حالا من خیلی این قضیه دست ندارم، در نتیجه نمیتونم اظهار عزم کنم. این PDF، این کتاب PDF در هر صفحه PDF یک کتاب، یه صفحه از کتاب اصلی رو بعضی از کتاب الان خوندیم در هر صفحه دو صفحه از کتاب رو میتونستیم ببینیم. اینجا یک صفحه میبینیم، در اصل هم 330 و چند صفحه است. کادرها به همون شکل، خط به همون شکل. میبینیم که بعضی از کلمات تو دل هم رفته، جمله ها به هم نزدیک، که کلمات حتی هم زیر هم نوشته شده. خیلی سخت خوندن، به خصوص که یه لهجه از اردو هستش که من درش خیلی ضعیفم، یعنی اصلا نمی‌دونم. من تلاش میکنم حالا بخونم، البته اگر بتونم من تلاش میکنم این کتاب رو تاویج رو پیدا بکنم. برای اینکه دیدید که جناب آذرباش در این کتاب های آذرباش حالا 3 قسمت از اصل هست، میشو چاپ سنده چاپی. من این الان دستیه، ولی احتمالاً این چاپ سنگی یا چاپ جدید رو داشته باشه. من این رو اگه پیدا بکنم از اونجا میتونم بهتر بخونم، برای اینکه خوشنویسی خیلی مقدار سخت. حالا بریم صفحه آخر رو هم ببینیم که این کتاب رو میبینیم الان کنید بطری کتاب رو چقدر آسیب دیده از این بالا داریم بالای کتاب رو نگاه کنیم. اینجا داریم زیر کتاب رو میبینیم و همون وضعیت رو ببینیم. اینجا شیرازه خیلی بهتر دیده شده. اینجا پشت شیرازه رو میبینیم به خیلی دوباره آسیب. اینجا پشت جلد با این کنده‌کاری که یک کتاب 50 تا برجسته کاری هستش انجام دادن روی چرم هستش. اینجا صفحات آخر رو می‌بینیم خیلی چیز هست و اینجا 160 میلیون 760 چیزی عددی می‌بینن 160 هستش. چون این احتمالاً دو صفحه عدد گذاری کرد. اگر این دو صفحه میشه 332 صفحه. چه 32 صفحه است. تقریباً میگیم میتونیم صفحه اونجا اصلی میتونیم صفحه در رقم ساوی هستن اینها رو حساب. حالا برگردیم ببینیم امیدوارم بشه کتاب
از کتاب آمیش هم درگه. خب همونطور که عرض کردم اینجا یک تاریخ دیگری هم هست، دیوان لطفی، نویسنده اطمینان لطفیه، و دیوان گدا به لسان جغت‌فای. اینجا این کتابخانه‌ای که در اروپا هستش، حالا یه تاریخی اینجا هست، این مال کتابخونه هست. اینجا هم یه 981 گذاشته، احتمالاً سالی که این کتاب نوشته شده رو 981 باشه، حدود 1050 سال پیش این کتاب نوشته شده. احتمالاً نمیدونم، چون من نمیتونم این رو بخونم. باید دوستانی که میتونن این چیز رو بخونن. دیوان لطفی، اسم کتاب رو خود نویسنده اینجا دیوان لطفی گذاشته. لطفی احتمالاً یه انسان دارای فکر و اندیشه و احساسات بوده و به ترکیه جغت‌های هم می‌نوشت. حالا من به بالا این تصویر بالا می‌بینید چقدر علاقه‌مند زیبا و تصویر زیبایی رو حال کرده که آدم دیوان لطفی رو نمی‌تونه، اگه دقت نکنه نمی‌تونه بخونه، برای که دافع نقاشی اینجوری نقاشی شد. خیلی زیباست. ای یکی جهان گریرین انباشت نگویا، ذرات جهان مظهر جا او کون بی پیدا، مظهر دا کون بی پیدا. هم اول و آخر سین و هم ظاهر، هم اول و آخر سین، هم ظاهر و باطن، هم مبدع اشیاء، هم حی توانا. باش bir معلق tutur emrinin değil, işiti bir tabakati kim yürür خرگسی خضرا. بحر و برابر غرق رد یمینین آنی شد. بهار اینجوری دارم میکنم، احتمالاً دارم غلط میکنم. در یاغه تیتار موج تون و خاره، خارقه خارا. انواع مذاهب که ارور بسنو نگاه مرا اسمی duru yok, sebebi siz ana hiç müsemma. İsmi duru yok, ismi duru yok. یک کلمه است یا دو کلمه است، چون من ترکی متخصص زبان ترکی نیستم، یعنی نخوندم که میگفتم. اسم این رو yok sebebi siz ana hiç müsemma. حالا یه رسیدم به یه جایی که نتونستم برم از صفحه 50 یه تلاشی میکنم. خب ایزن اینجا بغریم ot yüze nartab yanagın koydurur. Nece bağırım ot yüzle narının bana gının koydurur. Nece canım cümer bensimin sakakın koydurur. İmkana bakın. Nece mihrab içre ebni her gece hangara tekin şam'ik baş tübün ayak ol.
تا حالا اینجا یک چیزی هستش که نمیدونم این بالا پایین خیلی چه شده نتونستم بخونم آقای و خانم. بذارید این کتاب رو خرابش نکنم، بذارید بمونه. اگر من بتونم این کتاب رو بررسی کنم، اگه بتونم چاپ رو پیدا بکنم، شاید بتونم یه تلاشی بکنم. کتاب دیگری رو باز کردم، بذارید اگر خیلی الان 1 ساعته، یه 20 دقیقه یا نیم ساعت ببینید این کتاب ساعت بذارید وقت بذارید. این کتاب هم دوباره در دست ما نیست، ظاهرا در یکی از کشورهای اروپایی حتی میشه در تلویزیون چند تا بخونن. خواستن بکنی سنگیدی با سرنام آهی بندی حسن آهی بندی حسن اکمالا 923 تا 1923 اکمالا اسلامی هست و 1917 میلادی هست. این کتاب احتمالاً در دایره عمر این آدم نوشته شده. کتاب رو یه می‌گوییم همینطور مجدداً یه چیزایی نوشته شده به زبان خارجی. مثلا اینجا 1450 یک و هفت رو می‌بینم که با این عددی که در اینجا هست به 1450 کتاب رو اینجا می‌بینید. اینجا اسم کتاب بوده پاکش کردن، عمدن اینجا رو پاکش کردن. کتاب حسین نازلنه آجیچی و کتاب لغت شاهدی اینو پاک کردن، اینجا رو نوشتن. فرق ببینید درست اینجا رو پاک کردن، ولی نگاه کنید کتاب رو چه شکلی نوشته و این کتاب رو چه شکلی نوشته. معلومه که اول اسم کتاب این بوده، بعد یه آدم اینو خط زده تلاش کرده پاکش بکنه اینجوری بنویسه، بعدا این نوشته شد. حالا اینجا دوباره اینجا این رو میذاریم ببینیم 818 همینجا یه چیز ببینید چی هستش. 1878 اینجا یه چیزیه. اینها چیزایی هستش که اینجا تکرار میشه و میره. اینجا چه چیزی نوشته که من باید هفته وقت بذارم بتونم یه چنین خطی رو بخونم. از اینجا شروع میشه از این کتاب ناسوته این حاشیه نوشته. این کتاب بسیار ساده با بسم الله شروع میشه، 2 تا خط دوباره ساده در اطراف یه خط در پایین و با یه خط جالبی که من میتونم بخونم، برای من جالبه. این رو شروع کرده به نوشتن، برای سطرها خیلی به هم نزدیک، کلمه ها هم به هم هست ولی میشه. اینجا هم همینطور. این کتاب 150 صفحه هست و هر صفحه میزان در یک صفحه پیری جا داده شده برای وقتی که مطلب تبدیل می‌کرده یا موضوع تبدیل می‌کرده با رنگ قرمز چیزی مثل نقطه یا ویرگول می‌گذاشته، حتی بعدا مثل 3 نقطه می‌گذاشته و با رنگ قرمز می‌نوشته تا مشخص می‌کنه. مثل الان چیزی که مثل نقطه داریم، ویرگول داریم، سرفصل داریم، ریاضی داریم، مثل اینها این چیز رو انجام میده. و اینجا می‌بینید که حتی یک کاری کرده با قرمز که نوشته اومده دوباره اطراف این قرمز رو با رنگ سیاه نوشته و این هم یک کار جالبی هستش که زمانبر هست. اینجا می‌بینیم که بعضی جاها واقعا از ویرگولی که استفاده میشه استفاده کرده. قبلا هم که این ویرگول به تدریج به ویرگول در زبان ترکی تبدیل شده. قبلا به شکل یک نقطه بسیار بوده با یک دوم چونو دیده میشد که یواش یواش این سر بزرگ هم چم شد دوم چون و تبدیل به ویرگول که ما در این کتاب این رو بیشتر میبینیم که از ویرگول استفاده کرده و از نقطه و 3 نقطه هم اینجا و اونجا استفاده
کرده. برای من کتاب جالبی هست به عنوان کسی که در رشته روزنامه‌نگاری و خلقت و اینها تخصصی اندکی داشتم. دیدن این چیزها برای من خیلی جالبه و من رو میبره به اینکه چه شکلی تغییر کرده و تکامل خط و رسیدن به امروز رو من در این چیزها میتونم ببینم. یه مقدار اینجا یه خط تغییر میکنه، نمیدونم از کجا تغییر میکنه ولی خط تغییر کرد. خیلی هم از نظر قلم، هم نوع قلم تغییر کرد و هم دست خط نویسندگی که نوشته تغییر کرد. برای همین نوع مثلا اینجا صفحه 25 از برگردی نویسندگی کنید اینجا رو با این خطه که اینجا هست و اون خط اینجا خطه ها خیلی تیز نیست، انحنا داره، دایره مانندی داره، یعنی بگم انحنا داره. ولی در صفحه 25 یعنی ببینید دوباره صاحبی که کلمات خیلی تیز هست، خیلی تنده، انحنا دیگه از بین رفته. اینجا یه چیزی که بگذاره علاوه بر اینکه کلمات رو با رنگ قرمز، کلماتی رو با رنگ قرمز نشان کرده، با رنگ سیاه کشیده، گفتگی خیلی مهمه. در این حال بعضی از کلمات رو خیلی بزرگ نوشته با پررنگ کرده، رنگ نوشته یا رنگ نوشته تا بگه این کلمات خیلی واقعا ما اینها رو اینجا می‌بینیم. در اینجا این صفحه یا صفحه قبلی بعدی ببخشید صفحه بعدی به رنگی نوشته شده که رنگش داخل کتاب با کاغذ نفوذ کرده و از این بر علاوه بر میشه که من به نظرم همین هست. مثلا که رنگی نوشته شده که رنگی نیست، هم صفحه بعدی رنگش یا میزان آبی رو روی درها استفاده زیاد می‌کنه، هرچه زیاد می‌تونه به بعد طرف هم میشه البته اینجا اول صفحه بعدیش باشه که با این هم اتفاق برای صفحه بعدیش افتاده. یعنی مثلا ما اینجا می‌تونیم جیبی پرونده دیگه احتمالاً اینجا هم بشه این کلمه بشه آب وارد این کتاب هم شده این برانور و این کتاب ترکی هستش. من توجه نکرده بودم اینجا این که داستان رو دیدم نوشتن این کتاب ترکی هستش. به هر حال با حروف جالبی نوشته، با قلم جالبی نوشته شده و میتونم این خطی رو هم با که خط هستش دست نمیشه بشونم. اینجا دوباره تبلیغ کرده اینجا بیشتر شد و یه مقدار میگم مثلا یه آدم یعنی دوباره تحقیق کردیم چون شروع قلم‌ها بگم رو شروع قلم‌ها رو بگم کنید که نوردن میشه نسبت به این دورانی خیلی احتمالاً به نوع قلم و اگر یک فهم نوشته به نوع قلم و به نوعی که نوشته با زنش دعوا شده بوده و همسری دعوا شده بوده تیمش بودن توضیح بهش داده عصبی بوده. اینجا قطعاً این آدم عصبی بوده اگر یک نفر نوشته بوده. من اگر مثلا از قلم 2 نفر یا 10 نفر من نوشته بود اینجا موضوع مواردی خیلی بیشتر این داستان رو البته ما از خود این قلم چرخش قلم حرکت قلم مرموم کاغذ و ترسیم حروف و صداها میتونید به نوعی با شخصیت اون نویسنده هم با روان اون نویسنده هم با نگاه اون نویسنده هم با آشنا بشید. در چه شرایطی می‌کرد چه شرایطی دیگر رو ببینید و هر حال شرایط دست‌خط‌ها رو به انسان فهمید. من شخصا دست‌خطم خوب نیست، خودم اینو همیشه اعتراف کردم، دست‌خط ندارم، معمولا من
به سطحی به مثلا فشار بیارن که دستم معمولا اگر همیشه اینجا داری طلب دیدی میشه بعضی ها دیدی کنن اشاره سنی انگشت سنی در اصل دیدی که مثلا کردن ضرب میشه دست من هم در اصل قلم اینجا کج میشه مثلا اینجا فروشگاه همیشه دیدی برجستگی رو داخل دارم ولی مثلا زندان که رفتم اون زندان میخواستم بنویسم به قدر این کلمات رو دو هم و صدها بهتر از این که خود من هم حوصله بودم رو ندارم که بشه به این رسید که بخونه البته الان من با تو گوگل میگم میشه از این کلمه عکس بده و این گوگل میتونه اینها رو تا یه حدودی برای شما با حروف امروزی نشون بده. خیلی پیشرفت جالب است. اینجا دوباره وسط عوض شده یه متوجهشون اینا وسط سابت قرآن این وسط داری تبدیل میکنه این نشون میده که این کتاب بسیار بسیار مهم بس پیش برده نشد از یک چه بگم سیستم سانسور چیز و استاندارد خارج شده استاندارد نیست این کتاب این کتاب حتی پیام یک نفر نوشته نشده که بر اساس نیابه نوع سطح نوع فکری باشه چون اینها انسان‌ها تصدیق کنه قاعدتاً داخلش هم تغییر نوع نگاهشه ما از طریق خوندن کتاب میتونیم با سطح بگیم داغارجگی چرا داغارجگی حال سطح لغت داره مطلبی که ما آشنا میدن بعد در آشنا بشیم و از طریق اون میفهمیم که کجا وابسته این چه داشته این همچین که ما از طریق میتونیم پیدا بکنیم حالا من برم صندوق صرف رو نگاه میکنم بگیرم چه تمثیل هم نگاه هست چه جایی برشش بدم دوباره تبدیل رو دوباره تبدیل هم بعد واسه صرف رو هم و دیگه از این بیزنس ها خبری نیست نیست خبری نیست اما از اندازه دیگر سیل ها مثل ولی خیلی کم اینکه دوباره چند دقیقه در اینجا که هوای نیرگون رو استفاده میکرد دیگه استفاده نمی چطرها فاصله‌اش خیلی از هم کمتر میشه این از نظر ظاهری هستش ولی اینجا میبینیم من الان صفحه 127 هستم خیلی بهتر نوشته شد نوع قلم عرض شدن تاسهای بنویسن کم شد از رنگ قرمز خوبی استفاده کرد از نقطه و ویرگول استفاده میکنه از اون رنگ قرمز برای نوشتن کلمات و مشخص کردن استفاده میکنه از خط قرمز برای برجسته کردن خط زیر تی و بالاش خط میکشه خیلی خوب استفاده میکنه اینجا با یه چیزی مواجه هستیم که یک نفر روش خط کشیده یعنی بعدا این باید اصلاح کردن حالا اگر نمیدونم این چی کسی نوشته آیا خود نویسنده یعنی اصل کتاب نوشته یا نه نسخه بردار نوشته ظاهرا این نسخه برداری نیست برای اینکه با یه قلم نیست میگیم نسخه برداری نیست وقتی نسخه برداری معمولا نسخه ها رو یه فرد با یه قلم می‌نویسه اما اون وقتی که می‌بینیم قلم ها تبدیل می‌کنن نوع املا و نوع حرکت قلم روی کاغذ و اینها و کشیدگی و شکنندگی حروف می‌بینیم از اینجا متوجه میشیم که تعداد کسانی که کتاب رو نوشتن متعدد هستن در نتیجه کتاب نسخه اصلیه اما اگر یکسان باشه می‌بینیم که این کتاب نسخه برداری نسخه بعدی هست اورجینال نیست اصل نیست بریم صفحه آخر رو هم یک نگاه بهش بندازیم کتاب رو از آخر می‌بینیم خیلی درباره‌مون شده می‌تونید ببینید کتاب تقریبا اینجا مثل چیف هستش اومده اینجا رو وارد کرده و می‌بینید که
بسته مثلا اینجا شیرازه کتاب هست می‌بینید که به هم ریخته شده به این خلاف تلس مونی مانندی که بوده و این بالا حالت چربی و کاغذ فلوف بوده مثل این قهوه بوده که دورش چرب می‌ذاشتن اینجا رو می‌بینید که پاره شده و اینجا شیرازه این کتاب رو از پشت می‌بینید چربیش رو می‌بینید که با یه رنگ سفیدی هم رو خط کشیده بوده احتمالاً در این طرف هم بوده که پاک شده بوده که پاک شده حالا بعد چه اثری بعد چه بودیم نه بالایی که هست روزی که هست از این بالا نگاه کنید از این زیر نگاه کنید تو هست اینجا یه بخشی از این چرم از بین رفته در شیرازه کتاب و این تلبیس مونده این مونده اونی جاییه که کتاب های شیرازه کتاب ها و ورق‌ها بگید اونی دوسته میشه اینجا دوباره این جلد رو میبینیم که داخل جلد باز کرده و حالا ما میبینیم که این قسمتی که سیاه هست رنگ سیاهی هست این ضرب ها این ضرب جلد داخل صفحه داخلی جلد هست و اینجا اون مانند کیفه که میاد مثلا باید بسته بشه اونجا هست و اینجا دوباره آخر جلد چی هستش دوباره مقابل این یکی دیگه هم از این طرف هستش حالا این دو سه چند تا صفحه‌ای هم که سفید می‌بینید این هم برای این نوشتن نقد گذاشته ما در اینجا با نقد مواجهیم که موقع کتابخوانی هستش که کتاب رو نگه می‌داریم و اینجا صفحه آخر هم قلمش تغییر کرده حالت شعری داشته اینجا که اول هر مصرع و آخر هر مصرع از ویرگول استفاده کرده ویرگول بزرگ مثل نقطه هست و با سر کوچیک دم کوچیک و اینجا می‌بینید که بعد به نقطه تبدیل شده و اینجا می‌بینید که کتاب در اصل این شعر تمام میشه و آیا در اینجا یک تاریخی میشه دید یا نه این چیزی که میتونیم بعدا من فکر می‌کنم اگه برگردم من این کتاب رو بخونم خیلی طولانی خواهد شد بذارید این کتاب رو فردا بخونم من اون یکی کتاب رو هم الان باید پیدا بکنم ببینم که اسمش چی بود اون رو ببینم این رو اسمش رو دیوان لطفی و دیوان گدا بذارید ببینم من میتونم این رو برم این تلگرام و پیدا بکنم نسخه خطی اینجا اگر بتونم حالا این نسخه خطیه من باید برم به جایی که این نسخه خطی نباشه بلکه بذار ببینم حالا برم نسخه خطی شو ببینم این کتاب‌ها جدید گذاشته دوستمون من اینها رو ندیدم مقدمة الادب زمخشری معرفی یکی از کتاب‌های آموزشی زبان ترکی در خاورمیانه ایران و غیره و ترکستان با قدمت 950 سال این کتاب جالبه بذارید اینو دانلودش بکنم بذارید دانلودش هست قرن 16 گفته بود و 302 صفحه نمیدونم این دیوان حالا این که اینجاست همین که ما دفعه هست این اول نیست و شد من یک دیگه شد کنم اینجا که اینجا هم
من فیلم رو از چنل دیگه بکنم خب فیلم رو من پیدا میکنم دیوان لطفی رو و اگر چند میشه فردا این به پیدا این وقت سر موفق بگم که بسیار برای من روز خدا رو شکر می‌کنم به من عمر داد تا من رو به این جهل تشریف در به این قد جاهلم برای سیستم جهل داشتم که در دل خیلی جسد خیلی ممنون اینها متوجه شدم که من دست کارگزاران بدون کارمزد مهندسی جهل دیدم همین چه برداشتم و با این کتاب ها و ابرام کنم آشنا شدم و بودم ما وقتی از این بودم از عربی بودم از موسیقان خب آمریکایی کانادایی انگلیسی شویساری بودیم و به اطلاع کمی و و در آسان هنری یا در آثار موسیقی یا در آثار صنعتی یا در آثار فکری یا در آثار فلسفی یا در آثار دینی هیچ چیزی نمی‌شد. دیگه اطلاعی که تو بردن می‌شناسی اما نمی‌شناسی. اینا حتی ما اکثریت مولاهای قدیمی را نمی‌شناسیم. اکثریت در 90% حتی یعنی ما از ترک‌ها هیچ کس رو نمی‌شناسیم و از عرب‌ها هم نمی‌شناسیم و ما بر اثر With YouTube Music Premium, listen to your favorite songs ad-free. Download music and podcasts to listen offline or on the go. Enjoy thousands of customized playlists and radio stations. And jam to music when your screen is off or while using other apps. There's more to discover with YouTube Music Premium. Try it free of charge.